ماجرای انفجار نتنز به نظر میاد که از اینجا شروع شده، از روز 21 فروردین که اون رو روز فناوری هسته‌ای اعلام کردند. با کلی اهن و طلب خود روحانی اومد تا از دستاوردهای هسته‌ایشون رونمایی کنه، از جمله راه اندازی سانتریفیوژ آیار 5، آیار 6، تست آیار 9 و خلاصه به خیال خودشون داشتن میرفتن برای قهرمان کشوری. بخش مهمی از دستاوردهای هسته‌ای کشورمون اینجا اتفاق افتاده. مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن. خبر رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ هایی که کار غنیسازی اورانیوم رو با سرعت بیشتری انجام میدن. IR5 کار جداسازی تقریباً 8 برابر ماشین نسل یک داره. در حال حاضر 30 ماشین نصب شده راه اندازی شده. با راه اندازی زنجیره 164 تایی IR6 هم بخش دیگری از موفقیت ها بوده. لطفاً ماشین IR6 را استارت کنید. انجام شد. با میمنت ایام پایانی ماه مبارک شعبان عملیات گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنیسازی نتنز رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصه اون روز کلی واسه همدیگه نوشابه باز کردن و سرکیف بودن، ولی فردای اون روز مثل اینکه یه جرقه نوری صدایی اومد که عیششون رو منقش کرد. خلاصه یک به ظاهر اختلالی در همون مجتمع هسته نتنز که کلی پوزش رو میدادن رخ داد. حادثه تروریستی در نتنز و حادثه تروریستی در نتنز. در پی حادثه صبح امروز در تأسیسات هسته‌ای نتنز، رئیس سازمان انرژی اتمی این اقدام رو تروریستی خوند. حادثه‌ای رو ما داشتیم در بخشی از قسمت‌های برق مجتمع شهید احمدی روشن، مجتمع غنیسازی. در اینجا در واقع برق قطع شده. خوشبختانه هیچ تلفات صدماتی نداشتیم و هیچ آلودگی، هیچ مشکل خاصی هم نیست. مشکل خاصی نیست؟ فقط برق قطع شد؟ مطمئنی؟ اگر این بود که خب یکی میرفت فیوزو بس میکرد دیگه. اما از اونجایی که به نظر میرسه این آبروریزی امنیتی هسته‌ای خیلی براشون سنگین بود، تلویزیون آخوندی سریع دست به کار شد تا با یک گزارش دمدستی و چند تا فیلم آرشیوی و از پشت سر و ته قضیه رو هم بیاره. سانتریفیوژ هایی که در سایت نتنز فعال بوده به واسطه قطع برق آسیب هایی دیده، اخلالی در اون ایجاد شده، خسارتی به اماکن و تأسیسات به اون شکلی که در واقع دشمن داره الان میگه وارد نشده. حضور خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سالن آسیب دیده هم نشان میدهد روند جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده به سرعت در حال انجام است. این صدایی که شما میشنوید صدای ماشین‌های در حال کار هستند که خوشبختانه سالم هستند. تعداد خیلی زیادی از زنجیرهایی که تحت اختلال قرار گرفته بود تحت کنترل قرار گرفت و بخشی از کار که مختل شده بود طی روزهای آینده با تلاش شبانه روزی این همکاران برطرف خواهد شد. خب همونجور که دیدید با یه سری شات‌های بسته و از پشت سر میخواد طوری القا کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد سالن‌های آسیب دیده‌ای رو نشون میده که هیچ اثری از آسیب توش دیده نمیشه و فقط صحبت از یک اختلالی میکنه که دیگه الان دارن کنترلش میکنن و جمع و جور شده. فقط یه سوال باقی میمونه که اگر این ماجرا تنها یک اختلال بوده که رفع رجوع هم شده، پس این واکنش‌ها برای چیه؟ این همه تجمع و پلاکارد و اخراج بازرسان برای یک اختلال چند دقیقه‌ای؟ آخه بازرسان آژانس چه ربطی به قطعی برق دارن؟ مگر اینکه اتفاقات دیگه‌ای هم رخ داده که نمیخواید ازش صحبت کنید ها؟ سخنگوی سازمان انرژی اتمی که پس از خرابکاری دیروز در تأسیسات هسته‌ای نتنز برای بازدید به این محل رفته بود، در حادثه سقوط از ارتفاع از ناحیه پا و صورت مصدوم شد. قطع کابلای زخمی هم هست که بریده شده بود، باعث شده بود که حالا احتمالاً یه انفجار جزئی هم بود، یه مقداری از این آلومینیوم ها پخش
بشه از جمله افتاده بوده روی دریچه‌ای که در واقع این دریچه خالی بود زیرش. خب من همینجوری که راه میرفتم یه دفعه احساس کردم زیر پام خالی شد. امروز البته من متوجه شدم، دقیق دوستان اومدن گفتن 6 متر و 80 سانت عمق این چیز بوده، ولی خب 2 تا پا شکستگی پیدا کرد. حالا یکی پای راست خورده بیشتر، پای چپ کمتر، به اضافه صورت چون کلاه ایمنی داشتم فقط یه بخش زیر کلاه اینجا آسیب دید. والا تا جایی که ما دیدیم قطعی برق تکه های آلومینیوم رو پخش نمیکنه روی زمین، اونم در حد یه دریچه یه چیزی که از توش کمالبندی بتونه بیفته. حالا معلوم نیست که اون چیز چی بوده، لوله بخاری بوده، هواکش بوده، ولی هر چی که بوده باعث شده که کمالبندی رکورد پرش ارتفاع با نیزه رو ناخواسته بشکونه، البته بدون نیزه و با شکستگی 2 تا پا. اما یکم که جلو رفت معلوم شد که این قضیه یه چیزی بیشتر از یک اختلال بوده و چیزی نیست که بشه با چند تا فیلم آرشیوی پوشوندش. به خاطر همین عدم واکنش نشون دادن به این موضوع براشون مسئله شد. مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن اتفاق افتاد دیروز متاسفانه. شاید اینجا من اینا رو که میخونم خیلی ناراحت میشم که ما تا کی باید تحمل بکنیم، تا کی باید بیان تو سایت ما اخلال ایجاد بکنن، خرابکاری ایجاد بکنن تو منطقه. ارزم به خدمت هر کاری دوست دارن میکنم اما پاسخ ندیم. چرا نباید پاسخ بدیم؟ ما الان واقعا منتظر این هستیم که یک پاسخ عملی، اگه میخواید پاسخ عملی بدید به اینها، ما بالاخره ببین تمام تجهیزات نظامی ما برای اینه که یک روزی اگر که قداری کشی برای ما بکنن مثل الان استفاده بکنیم ازشون، نگهشون داشتیم توی ویترین. نمیفهمم که چرا ساکتیم و این دفعه چندمه که داره این اتفاقات تکرار میشه. به خصوص در هسته‌ای قشنگ معلومه که خودش هم توی تناقضش مونده. از این طرف بستنش که بجز اختلال چیزی نگه، بعد از اون طرف اگر فقط یک اختلاله که دیگه واکنش نظامی نیاز نداره. بنابراین کمی جلوتر از زیر زبونش در میره که یک انفجاری هم رخ داده. واقعا ناراحت کننده است که یک کسی بیاد یه مثلا انفجاری در نطنز رخ بده، ما نگاه بکنیم. حالا اصلا کاری ندارم که اونهایی که باید وظیفه‌شون رو انجام میدن جلوگیری میکنن. این اتفاق افتاده، ما باید پاسخ بدیم و اگر که پاسخ ندیم واقعا ملت ایران راجع به مسئولین جور دیگری به نظرم فکر خواهند کرد. پس مثل اینکه یک انفجاری اونجا رخ داده. انفجار اونم نه در حد مثلا یه ترقه و جرقه، در حد چقدر بود جان؟ 300 پوند. ها 300 پوند مواد. ما نمیگیم، ما اونایی که دستشون تو کاره دارن میگن. این اتفاقاتی که داره میفته طی همین چند ماه، 2 نوبت در نطنز که یک مجموعه پرظرفیت ما رو که دچار خرابی میشه منتقل میکنن خارج از کشور که این رو تعمیر کنن، بعد با 300 پوند مواد اون رو مهیا میکنن میارن داخل کشور و سیستم امنیتی متوجه نمیکنه. این نباید ما رو حساس بکنه. اینکه اتفاقی دیروز میفته و تو حوزه برق عملاً بخش عمده از امکانات غنیسازی ما از بین میره، این نباید ما رو حساس بکنه. علالقاعده اینجا بهشت جواسیسه، جاسوس ها اینجا دارن جولون میدن. این که میان تو نطنز توی سیستم حساسی ما توی میز کار با لوازم حساس مواد منفجر کار میگذارن و این که میان امروز توی تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره. این ساده است؟ نه این ساده نیست. از لابلای صحبتاش که معلومم هست نمیخواد خیلی موضوع رو باز کنه، به نظر میاد که یک میزه کاری بوده که دادن برای تعمیر، بعد با 300 پوند مواد بهشون برگردوندن. البته روایت بعدی جزئیات بیشتری رو روشن میکنه و پخمگی نیروهای امنیتی حساس ترین مرکز هسته‌ایشون رو بیشتر به نمایش میذاره. در حادثه اخیر که اتفاق افتاد، ما سال قبل یک حادثه
شدید داشتیم. یه وسیله سنگینی بود که تیر ماه بود فکر میکنم. بله، مواد منفجره رو در داخل اون جاسازی کرده بودن و اینجا سهلنگاری به اصطلاح مسئولی نیست که باید کل تجهیزاتی که وارد تاسیسات ما میشه اینا چک کنن و اگر موردی داره خنثی کنن. و قاعدتاً اونا به وظایف خودشون عمل نکردن، فکر کردن مثلا اون میز سنگین واقعاً سنگین یک پارچه است. بعد این مثلا توی بررسی ایکس ری اینا اصلا انجام نشده. حالا نمیدونم انجام شده، ولی خب ممکنه ضخیم بوده چون باید از ایکس ری با انرژی بالا استفاده بشه برای ضخامت. ایکس ری های معمولی نفوذ نمیکنه و میتونسته ماده منفجره داخل اون جاسازی شده بعد بسته شده باشه، یعنی رزین ریخته باشن یا فلز بوده جوش دادن. من اصل اون وسیله رو نمیدونم، میز بالانس بوده دیگه، باید خودش سنگین باشه. خب اونجا در زمانی که خواستن ضربه زدن برای اینکه ما نتونیم سنتریفیوژمون رو در اونجا بالانس کنیم. اینجا دیگه همه پرده ها رو کنار میزنه و رک و پوسکنده قبول کرده که انفجار بوده. دیگه فقط بحثشون اینه که ابعاد خسارتش چقدر بوده. خرابکاری اخیر مشخص که ابعادش چی بوده؟ ببینید اونجایی که من رویت نکردم الان، اطلاعات من به حدود 8 سال پیش که اونجا رو دیدم برمیگرده و شنیده هایی که از متخصصین داشتم. به این شکل هست که اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نتنز داریم، از اون برق میره به زیر زمین، حدود 40-50 متر زیر زمین هست. اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی اینا رو نتونه از بین ببره. خب ولی دشمن وقتی ببینه اینجوریه به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات حوصله هم داره، یعنی ممکنه 5 سال 10 سال هم تجهیزات معیوب برات بفرسته تا شما به مرور زمان استفاده کنی ازش. اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه میاد مربوط به باتری هایی است که اگر برق قطع بشه اونا رو قطع کنه. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصاشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه. پس این یکی داره اعتراف میکنه که دیگه حتی شهر زیرزمینی و تونل توی دل کوه هم براشون امنیتی فراهم نمیکنه، چون اینقدر سیستمشون آبکش و نفوذی توشون داره میاد و میره که هر لحظه ممکنه هر جایی یه اتفاقی رخ بده. ببینید یه آلودگی امنیتی کشور به طور گسترده پیدا کرده. نمونهش همینه، کمتر از 1 سال 3 تا رویداد امنیتی اتفاق افتاده، 2 تا انفجار و 1 ترور. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن. قبل از این یه سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما. قبل از اون چند تا ریز پرنده های مشکوکی اومدن یه کاری انجام دادن. برای به این یه حادثه بسیار بدی بود، چون همزمان با اقدامات افتخارآمیز هسته‌ای ما این کار صورت گرفت. از نظر حیثیتی کار بدی بود و بعد از اینکه ایران مقاومت کرد در مذاکرات هسته‌ای اینا کار انجام دادن که مقاومت ما در دیپلماسی شکسته بشه. پس از یک اختلال کوچولو و اینکه فقط چراغی خاموش شده رسیدیم به برباد رفتن حیثیت نظام و آلودگی امنیتی در کل دستگاهشون. خب میشه تصور کرد که وقتی سرکرده سابق سپاهدار اینجوری میسوزه، اون بسیجی‌های گیج خورده که هنوز منگ ضربات قبلی بودن الان چطور جلز و بلز میکنند. تأسیسات هسته‌ای نتنز به لطف خرابکاری که توش انجام شده و سیستم برقش رفته رو هوا دیگه نمیتونه تا چند ماه اورانیوم غنی کنه. یعنی ما الان دیگه نتنز رو برای غنی کردن اورانیوم نداریم. حالا با این اتفاق تا چند ماه عملا نمیتونیم اورانیوم غنی کنیم و مذاکرات احتمالاً بره سمت از بین بردن صنعت موشکیمون. بر باعث و بانیش لعنت. آقا من یه چیزی میگم، بعد شما 2 دستی بزن تو سرت. خب قشنگ برقا رو خاموش کن، زجه بزن، و اونم در مورد واکنش آقای ظریف به اتفاق نتنز.
یعنی واکنش آقای ظریف به جریان نطنز خودش یه روزه بازه. یعنی ای داغونه این واکنش، ای داغونه. چی گفته؟ عرض میکنم خدمتتون. ایشون محبت کردن، گفتن که عیب نداره اگر الان اومدن تاسیسات نطنز ما رو زدن، اونا آروان بوده اون سانتریفیوژا، ما بهترشو میسازیم. فکر کرده دشمن چی؟ من به شما اطمینان میدم که حتما در آینده نزدیک نطنز با سانتریفیوژهای پیشرفته تر، با قدرت بیشتر جلو خواهد رفت. و همه دارن میگن زدن توی نطنز سرکوندن، اون کمالوندی نزدیک بوده بمیره. بعد یه دونه فیلم نمیتونی از اون صحنه نشون بدی که ببینیم چی ویران شده. بعد در مقابل این ضربه نظامی میگه فقط میریم از توی انبار چند تا سانتریفیوژ دیگه میاریم دوباره راه میندازیم. خب اگر شما بهترشو داشتید چرا قبلش رو انداختی؟ اگرم اینطوریه که با انفجار کارتون پیش میره، خب توی روز فناوری هسته‌ای میزدید چند جا رو منفجر میکردید که کارتون پیش بره دیگه. پس انتقام سخت چی شد؟ هر اتفاقی که افتاده جبرانش چندین درصد بالاتر بوده. ما اینجا جبرانش رو 50% بیشتر خواهیم کرد تا بداند دشمن که ما هم راه مقابله رو داریم. راه مقابله ما راه علمی است، راه اونها راه خبیثانه است. بابا یه زمانی سلامی رگ گردنش باد میکرد، عربده میکشید، خاکشون رو به توبره میکشیم، با ورست کیس سناریو میزنیم، نافاشون رو غرق میکنیم، براشون آتش درست میکنیم. چی شد؟ الان از انتقام سخت عقب نشینی کردید به انتقام علمی؟ اونا بزنن بعد شما جدید بیارید که بعد دوباره اونا بزنن؟ مگه آقاتون نگفته بود که یکی بزنن 10 تا جواب میدید؟ اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. از قدیم گفتن خالی بندی اومد نیومد داره. اون موقع که داشتی این پست ها رو میدادی باید حسابشو میکردی که اگر روزش برسه و معلوم بشه که همش تبل تو خالی بوده، زیر پای بسیجی ها رو خالی میکنی که حالا از 10 تا موشک فقط 8 براشون باقی مونده. تا یه داغ جدید رو دلمون نذاشتن 10 تا بزنید. کسی که با هشدارهای رهبرش از خواب بیدار نشه با لگد دشمن بیدار میشه. چند تا لگد دیگه باید بخوریم تا بیدار بشیم؟ بس دیگه. حالا برای دلداری دادن به این بسیجی ها قالیباف رو فرستادن تا یک دل خوشکنک بهشون بده که بیشتر داغ دلشون رو تازه کرد. بر این نکته تاکید میکنم که پاسخ به حمله تروریستی به نطنز یک ضرورت حتمی است و در زمان مناسب انجام خواهد شد. زکی آقا رو هنوز زمان مناسب برای انتقام اون قبلی ها نرسیده، باز دوباره داری وعده زمان مناسب دیگه میدی؟ سلیمانی پر، فخریزاده پر، نطنز پر، باز دوباره حواله میده به یه زمان مناسب. خب این که دیگه خیلی تابلوئه که داری میگی نظام همه دندوناش ریخته، دیگه هم کسی حسابش نمیکنه. میگی نه بیا. حادثه نطنز چیزی نیست که به آسونی بشه از کنارش گذشت. انتظار ما که کشورهای مقابل در برجام این حادثه رو محکوم بکنن یک انتظار کاملا جدی و به حقی بوده. در حقیقت 3 کشور اروپایی نه تنها این کار رو به درستی انجام ندادن، حتی در حوزه تحریم ها مواردی رو به فهرست خودشون اضافه کردن. خب پس معلوم شد که همون اختلال برق اولیه حتی توی مذاکرات هم فرش رو از زیر پای نظام کشیده. اونجا هم دیگه امتیازی که بهشون ندادن هیچ، بلکه تازه بعد از 8 سال اروپایی‌ها هم چند تا تحریم جدید به گردنشون آویزون کردن. هرچند که انفجار نطنز پوسیدگی اقتدار پوشالی نظام رو عیان کرد و بسیجی‌های نظام رو سرخورده تر و وامونده تر از قبل کرد، اما خودشون معترفن که انفجار بزرگتر از این هم در انتظارشونه. انفجار در نطنز مادی است و هر کس به چشم می‌بیند، اما کسی انفجار خطرناک نوترونی توسط مجاهدین را در قلب و فکر جوانان نمی‌بیند. دشمنی که 40 سال است به زبان اشهدش میگوید هیچ چیز نمیخواهد جز براندازی نظام جمهوری اسلامی. چرا که مگر نمیبینیم هر شب تیم‌های شورش مجاهدین آتش افروزی میکنند و مراکز حساس امنیتی را تخریب میکنند و آتش میزنند.
کار به جای رسیده که جنگ روانی مجاهدین حتی بر روی بسیجی‌ها و نیروهای جوان نظام تأثیرات مخرب گذاشته. در گام نخست ایمان آنها را سست می کند، در گام بعد حس خستگی را در تار و پود آنها می دمد، سپس باعث ریزش و نشت کردن آنها شده و حتی در بسیاری مواقع آنها را جذب خود می کند. پس در یک کلام داره میگه انفجار خطرناکتر از نطنز برای نظام همون انفجار نوترونیه که کانونهای شورشی در صدد ایجاد اون هستند. وقت بخیر و خدا نگهدار.